کسی که کافر را بعد از لا اله الا الله گفتن به قتل برساند. اسامه بن زید رضی الله عنهما می گوید رسول الله صلی الله علیه و سلم ما را برای انجام یک عملیات نظامی اعزام نمود. هنگام صبح به حرقات قبیله جهینه رسیدیم. در آنجا با مرد برخورد نمودم. او لا اله الا الله گفت. با این حال او را با نیزه زدم و به قتل رساندم. بعد از آن دچار شک و تردید شدم و ماجرا را برای رسول الله صلی الله علیه و سلم بازگو نمودم. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود آیا با وجود این که لا اله الا الله گفت او را به قتل رساندی؟ گفتم یا رسول الله این کلمه را از ترس اسلحه به زبان آورد. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود آیا قلبش را نشکافتی تا بدانی که از ته دلش این سخن را گفته یا خیر؟ و آنقدر این جمله را تکرار نمود که من آرزو کردم ای کاش همان روز مسلمان می شدم. آنگاه سعد گفت سوگند به الله هیچ مسلمان را به قتل نمی رسانم تا ذوالبطین یعنی اسامه او را بکشد. راوی می گوید در این هنگام یکی گفت آیا الله نفرموده است با مشرکین بجنگید تا هیچ فتنه باقی نماند و همه دین از آن الله گردد؟ سعد گفت ما جنگیدیم تا فتنه نباشد ولی تو و پیروانت می خواهید بجنگید تا فتنه ایجاد کنید. صحیح المسلم باب سوم کتاب ایمان.